به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران عالی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز با خواهش یک چند برادران و خواهران اهل اسلام برای اون شخصانی که در شهر مسافری قرار دارند و از حال پدر و مادر خبر نمیگیرند و بر زمین چندین سال است که به نزد پدر و مادر نمی روند، یک چند سخن میگویم. برادران و خواهران، البته در بین ما و شما بسیارند شخصانی که بسیار گمراه شدند و میگن این حیات من، این گور من، دیگر و دیگر. لیکن وقتی اشک پدر و مادر را میبینی و اون گیره های پدر و مادران را میشنوی، دل آدم را میسوزاند. و بنده خواستم برای این خیلی گمراهانی که اشک چشم پدر و مادر را میریزاند یک چند سخن بگویم. ای برادر، به حرمت خداوند در خاطر دارم اون خصلت و اون رفتاری که تو نسبت به پدر و مادر میکنی روزی حتما به سر تو هم میآید، زیرا این دنیا برگردنده و هر یک کاری حاصل بد و حاصل خوبی خود را دارد. و این را ببین که پدر و مادر تو را با چی مهر و محبت به پایه رسانیده تو را کلان کرد و مهر و محبت خود را از تو دریغ نداشتند، لیکن امروز تو به آنها چی جواب گردانه ایستاده ای؟ استغفر الله گوی و از این کار دنیایی و از این نفس دنیایی دست کشو، به نزد پدر و مادر رفته دست دعای خیر آنها را بگیر. پدر و مادر این دولت بی‌بهای هر یک خاندان است. تا پدر داری، تا مادر داری، خدمت آنها را بی منت با محبت ادا کن تا اینکه آینده فرزندان تو نیز برای تو چنین خدمت کنند. هستند برادران و خواهرانی که پدر مادر را از جوانی از دست دادند و امروز میخواهند حتی یک پیاله چای گرمی را به دست پدر و مادر دهند، اما علاج ندارد. لیکن تو پدر و مادر داری، در این شهر مسافری با زنهای نابکار شناس شده و با زنهای فتنه‌گر و فاحشه ها شناس شده. اون مبلغی که کار میکنی در راه حرام صرف میکنی و از حال پدر و مادر خبر نمیگیری. وای بر حال تو. ای برادر، تا وقتی که پدر و مادر در قید حیاتن کوشش کن زود باش از حال اونها خبر گیر. خدا نکرده روزی به سر قبر اونها روی، دیگر هیچ فایده ندارد از اون ناله ها و از اون بخشش های تو، چون دیگر پدر و مادر اون آوازی گمراهی تو را نمی شنود. ای برادر، ای دوست من، ای بنده خداوند، این عمر 2 روزه است و البته برگشت هر یک ما و تو به سوی الله است. الله تبارک و تعالی در سوره زلزله می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. میگه به هر یک ذره اعمال خوبی که تو کرده بنده من با اون سزای خوب خواهی گرفت و به هر ذره کاری بدی که کردی با اون نیز جزای تو را انتظار است. از این لحاظ ای برادر، ای خواهر، ای مرد مسلمان، استغفر الله گو از این نفس دنیایی که هیچ فایده ندارد دستکش و به نزد پدر و مادر رفته دست دعای خیر آنها را بگیر. حالا که الله تبارک تعالی میگه این دنیا به من قدر ندارد، خب تو بنده عاجز هستی. بسیار برادران میگن پدرم چندین بار به من زنگ زد و گفت بیا فرزندم تو را ببینم، لیکن من هر خیل بهانه ها کرده نرفتم. لیکن یک روز شنیدم که پدرم وفات کرده است، لیکن من در جنازه پدر حاضر نشدم. خداوند مهربان به پدر و مادر هر یکی ما و شما عمری دراز و نصیب روزی گرداند و راحتی بختی فرزندان دیدن را نصیبشان گرداند. لیکن مرگ حق است. پروردگار میگه کل نفس ذائقة الموت، هر یک بنده، هر یک اون تنه زنده طعم مرگ را میچشد. از این موت دور نیستیم. آن روزی مرگی که الله تبارک و تعالی در تقدیر ما و تو نوشته است حتما روزی میآید. از مرگ راهی گریز نیست. پس به حرمت خداوند ای برادر، به این گفته های زنهای فاحشه و با آن گفته های زنهای نابکاری که از اینجا شناس شده با آنها
زندگی داری بسیار باور مکن. روز این عیش و عشرت و کیف و صفای تو میگذرد. روز حساب اعمال می شود. روزی از رضاگی پدر و مادر سوال کرده می شود. در وقت تو چی جواب می دهی؟ الهی خداوند نصیب کرده باشد که پدر هر یک ما و شما همیشه از ما و شما رضا باشند، تا اینکه الله تبارک و تعالی گناه های هر یک ما و شما را مغفرت گردانده، آخرت هر یک ما و شما را به خیر گرداند. باز میگویم ای برادر، تا وقتی که پدر و مادر حیات است، برو از این نفس دنیای خود را یک لحظه ترک کن و برو یک پیاله چای گرمی به دست پدرت بده تا که اون با راحتی بی بهای بیناشد و در حق تو دعا کند. با واسطه تلفن در 1 سال 1 مرتبه زنگ میزنی، با واسطه تلفن در 5 سال 1 مرتبه زنگ میزنی، از این هیچ یک راحتی اون پدر و مادر نمیبیند. برو پدر و مادر را دست اونها را بوسه کن، پدر و مادر را خدمتشان را در نزدشان ادا کن. البته مسافری این یک مجبوری زندگی است، البته باید در اینجا کار کنی و دیگر، لیک نه برای 5 سال نه برای 10 سال. پدر و مادر را بسیار به این خیل مشکلی دچار مگردان. الله تبارک و تعالی برای هر یک شمایان برای کار و رزق روزی حلال را نصیب روزی گرداند و خدمت پدر و مادر کردن را در قلب‌های شما مستحکم جا گرداند. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. برادران من، اگر در وقت گفتن این موعظه اگر به خطاگی راه داده باشم، اگر نسبت شما یک سخن خطایی گفته باشم، الهی الله تبارک و تعالی ما را مغفرت کند و از همه از شمایان معذرت میخواهم. ای پسر مادر پدر را هیچگاه آزار مده، اگر دعای خیر آنان هیچگاه آزار مده. در جهان مثل پدر و مادر ندارید دولتی، تا دمی هست حیات مادر پدر آزار مده. الله تبارک و تعالی هر یک شمایان را در حفظ و امانت خود نگه دارد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.